السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتیم، همین درباره ما تراویح میخونیم، بعد از تراویح ویتر رو جماعت میکنیم. هوای ما اگر تهجد خواندنی باشیم در آنجا ویتر رو باید نخونیم. هوای چگونه کنیم میشود که ما یگان نیت دیگر کردن در جماعت خونیم؟ کوشش کنید همراهی امام ویتر خوانید. اگر رفت و به خانه آمده با تراویح تهجد خواندنی باشد هیچ ممکن ندارد، لیکن همراهی امام ویتر خواندن ثوابش عظیم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من قام مع امامه حتی ینصرف کتب له قیام لیله. کسی که همراهی امامش نماز خواند تا برگشتن امام، یعنی تا جماعت به آخر رسیدن اگر استاد، ثواب شبی پره نوشته میشه. گویا که شما پره بعد نماز شام تا نماز بامداد، بعد اذان شام تا اذان بامداد گویا نماز خواندید نوشته میشه. اگر تا برگشتن امام به اقتدا کنید. اگر بنابراین ویتر همراهی امام خوانید. اگر رفت و به خانه آمده با تهجد خواندنی باشد خوانده هم میگیرید، چون که آخرین نمازتان ویتر شدنش این مستحب است، حتمی نیست. اگر رفت و خواهید که با آخرین نمازتان ویتر شود، پیش از تهجد یک رکعت میخوانید، اون سه رکعتی که در مسجد خوانید و یه جفت میکند 4 رکعت میشد. بعد تهجد خوانده میگیرید، بعد تهجد ویتر میخوانید. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا ویترانی فی لیله، در یک شب دو مراتب ویتر نیست. چون که دو مراتب خوانید و جفت میشه دلک. سه جمعی سه مثلا 6 میشد، جفت شد. نماز تهجد میخونید، بعد در آخر سه رکعت ویتر میخونید، با آخرین نمازتان ویتر میشود. والله تعالی اعلم.